نیمار درباره جداییش از بارسلونا توی مسابقه اخیرش گفت دلیل جدایی من از بارسلونا لئو مسی نبود. اون هیچ ربطی به این ماجرا نداشت. اینکه من چرا پاریس سن ژرمن رو انتخاب کردم خب خیلی واضح بود، چون من اونجا دستمزد بیشتری میگرفتم و البته ترجیح دادم رایی که هموطنام رفتن رو برم. من هیچ وقت نمیخواستم توی بارسلونا جای مسی رو بگیرم. حتی قبل از آخرین هفته حضورم توی بارسلونا خود مسی اومد بهم گفت چرا میخوای از اینجا بری؟ تو چی میخوای بهترین بازیکن دنیا بشی؟ خب من این کارو برات انجام میدم. من تو رو بهترین بازیکن دنیا میکنم. کاری میکنم تو توپ طلا رو برنده بشی. اما من به این ماجرا علاقه ای نداشتم. برای نیمار شاهزاده‌ای که هیچ وقت نمیخواست شاه بشه. Rest in peace to the world, it's the end as we know it. Death is pulling up and taking everyone to row it. He was at the top, take a look at who's in office. Sometimes I feel that it's too late to stop it. R.I.P. X, R.I.P. Pete, R.I.P. Mac.